شاید شما هم دیده باشین که مردم میان گانوشون اینقدر بزرگ میکنن. حالا اومدیم امروز آموزششو بدیم، ولی قبل از اینکه بریم سراغ آموزش من توی این شورت ویدیو یه چالش گذاشتم. اگر لایک های این ویدیو به 10 برسه من فیس ریویل میکنم. خب بریم سراغ آموزش بچه. اولا روی هر گان میشه. حالا من رو صدیق این وقت تست میزنم. شما باید رنکتون بشه گرندمستر وی و این دنس رو بگیریم. وقتی این دنس اومد اینجا میزنین رو این و گانتون، حالا بستگی به شانس داره. من اولین باری که خودم تست کردم کل این مپ چیزم گرفت. الان اینقدر بزرگ شده، ولی خود شما نمیتونین با این تیر بزنی. وقتی یه انمی رو کیل کنین دیگه به سایز خودش برمیگرده و این دائمی نیست. مثلا تو این یه مجموعه گانتون اینقدر بزرگ بشه. اینم بود از آموزش امروز.